اگه صدای دلنشینی میخوای، اگه صدای خوش آهنگی میخوای، این تمرین رو از دست نده. من یزدان پناه هستم. اینجا کانال صدای جذاب هست. حتما کانال رو سابسکرایب کنید چون مطالب بروز و خیلی جالب و جذابی رو اینجا میذارم و شما میتونید با تمرین هایی که بهتون میگم خیلی راحت و خیلی آسون به یک صدای جذاب و دلنشین و قدرتمند برسید. بریم سراغ تمرین خوشاهنگ شدن صدا. این تمرین فوق‌العاده راحت هست و فوق‌العاده اثربخش و مؤثره. یعنی شما کافیه که این تمرین رو همراه من انجام بدید، نتیجهش رو همین الان میبینید و متوجه میشید روی صدای خودتون. تمرین به چه صورت هست؟ به این صورت هست که شما یک آهنگ رو پلی میکنید، هر آهنگی که دوست دارید. اگه سنتی باشه که چه بهتر. همراه این آهنگ و همراه ریتم این آهنگ شما زمزمه میکنید، به این صورت که لبهاتون رو روی هم میذارید و آوای میم رو زمزمه میکنید همراه ریتم آهنگ. به این صورت به این تمرین میگن تمرین زمزمه که فوق‌العاده موثره.